خدا مهربان است، این روز نمیمانه، حتما صلح آمدنی است. خدا او رسول خوشاله کیږي په سوله، هر سړی خوشاله کیږي په سوله. اگر سال باشه میتونیم با روحیه باز و فکر باز درس خدا بخونیم، ادامه تحصیل بکنیم، بازی کنیم، تفریح بریم. والا آرزوی ما همیشه که صلح در کشور ما بیاید، صلح سرتاسری بیاید، آرامی شود.